عصرتون بخیر به تماشای تقابل استقلال تهران و ملوان بندر انزلی از هفته 13 رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس خوش آمدید. به استقلال نپیوست غلامرضا ثابتیمانی، یاسر آسانی حالا شوت میزنه و توپ رفت اونجایی که طیبی نژاد قرار داشت. ایری به استقبالش رفته، به عقب‌تر سامان تورانیان توپو به بیرون میزنه، سری پرتابو انجام میدن. علیرضا کوشکی به بازی میخوان سرعت بدن، بازیکنای استقلال خود کوشکی شوت میزنه. پاس قطری بلند از اندونگ، کوشکی بازم همون حرکت قبلی خودش رو انجام میده و شوت میزنه. به محض اینکه صاحب توپ میشه متمایل به مرکز حرکت میکنه، با پای راست شوت زنی رو انجام میده. یه بار دیگه سعید سحرخیزان بازی کم کم داره گرم میشه، یه ارسال بلند، این ضربه سر، گل اول برای استقلال به دست میاد. استقلال 1 ملوان 0. زننده گل رستم آشورماتوف. مدافع ازبک بازی رو 1-0 به نفع استقلال میکنه. یه پاس تماشایی از کوشکی، رزاقینیا فرصت هست برای استقلال، میرن برای گل دوم. تکل موفق از افسرده یه بازیکن از استقلال که گودرزی باشه اضافه میشه. توپ میخواد رزاقینیا، 1 و 2 که اونجا شکل میگیره، دارن قشنگ بازی میکنن، فرصت دارن بازیکنای استقلال. سعید سحرخیزان بود که نتونست برای دومین بار دروازه ملوان رو باز بکنه. در بازی مهم مقابل استقلال مازیار زاره بهش اعتماد کرده. پاپی، اسلامی خواه، فرهان جعفری پشت محوطه جریمه، صادقی، علی نژاد شوت میزنه. چه گلی زدن، چه گل تماشایی میزنه علی نژاد، دروازه استقلال رو باز میکنه، خودشو تو این فصل 3 گله میکنه. ملوان 1 استقلال تهران 1. ضربه تماشایی علی نژاد، چه هرسی میخوره ساپینتو، تیمشو میاره تو فاز حمله. تو به سمت راست میره، یاسر آسانی یه جورایی دستشو خوندن تیمایی که در مقابل استقلال قرار میگیرن. خود یاسر آسانی پاس برای کوشکی، حالا کوشکی از این فواصل خیلی خوب به توپ ضربه میزنه کوشکی و واکنش تماشایی فرزاده طیبی توپو به کرنر میفرسته. پا به توپ داره حرکت میکنه خود یاسر آسانی، پرتدادن بازیکنای استقلال، پاسش خوب نیست. اسلامی خواه اشتباه کرد، ماهانه بهشتی شوت میزنه، گودرزی و توپو گرفت. ضربه سر بازیکنای ملوان و سوت پایان مسابقه را آقای کوپال ناظمی به صدا در میاره. تقابل استقلال تهران و ملوان بندر انزلی 1-1 مساوی به پایان میرسه. ممنونم از شما بینندگان عزیز که همراه شبکه 3 سیما و شبکه باران بودید. فرصت رو در اختیار همکاران عزیزم در پخش شبکه 3 سیما و فوتبال برتر قرار میدم. تا دیداری مجدد، خدا یار و نگهدارتون.